اگر مادرم امروز زنده می بود شاید من از نزدش دیگر دور نمیشدم. با وجود آنکه یک پسر بودم اما از نزد مادر دور شدم. 22 ساله که از نزد مادر دور بودم برای من بسیار عجیب بود که در آن زمان نه تلفن بود نه چیزی دیگر، از آمدنم بیخبر بود. اما شب ساعت 1 شبم رفتم مادر رو بیدار چشم انتظار دیدم و همیشه چون صدای من از نزد دروازه بلند می شد مادرم بیمار اما صدا می کرد که سنگین آمد. برد خود را در زندگی من مربوط به مادر می دانم، زیرا محض تربیت مادر بود که ما فرزندان در یک روحیه خوب تربیت یافتیم. مادرم بسیار میخواست که من معلم باشم در مکتب دیهه. متاسفانه من به این آرزوی مادرم مانع شدم. من زندگی را در شهر اختیار کردم و معلم شدم، اما نه معلم دیهه، معلم دانشگاه شدم و امروز بسیار پشیمان هستم که سخن مادرم را در زمین ماندم، آرزویش را عملی کرده نتوانستم. و اگر امروز مادر می بود شاید که زندگی من عموما تقدیر من دیگرگونه تر صورت می گرفت. مادر می بود شاید که زندگی من عموما تقدیر من دیگرگونه تر صورت می گرفت. بسیار وقت می شد که مادر از عملهای مثلا کودکیم، از شوخی‌هایم غمگین می شد و من کوشش می کردم که همین رفتار بدم را انجام ندهم.